برای تعمیر مکتب باید باشد. برای که آبادانی و تازگی صنفخانه چون برای چون خوب است. چی بگم اگر دولت داشته باشه بکنه با خوبایی خیلی پدر و مادر بگیرن کم چیه لازم نگاتر اگر کودک بسیار دودگی هم نمیدونم چند خیلی پدرشون دودگی مادرشون خیلی من نیست همین چی میکنه تعمیر برای چی؟ گپ دخیل ندارم یا 50 تومان یا 40 تومانی دفعی ندارم دخواتیر ندارم یه ما پیش کردم تعمیر این چیه که این دستگیری خوبه نه یاردم میکنه حتما نه این دستگیری خوبه یاردم کنه باید یاردم کنه او را که دیرکتر محصول میدونم و عرضه میدونیم او را ما مکتب انکشاف می‌آموزیم مکتب دانش می‌آموزیم وظیفه صاحب معلومات صاحب همه چی همه حساب استادا فکر دارم که تازگیش خوب است. تازگی پول به تنبو خوب میشود. یکی هر روز پول گفتنشانی بزرگ میشود. برای تعمیر مکتب میتونیم تو برای هر روز کمیسیون میاد چی میگن میگه پول میگن برای ایش هر روز پول گفتن کار بزرگ یک کس یک خیل دوره یک خیل نداره داشتگی میته نداشتگی یک جا بیوه همین وقته شرایط نگاه میکنی یک خانواده 5 نفره یک خیلش کمه خیلی داشته باشه میت ما خیلی شگرانه همش کلان شده مکتب خون یک تا داریم میتیم که یاردم با همه طرفا شود مثلا برای یاری با امنیت وصول میشه با همه طرفا پیشروی میشه پیشروی دولت پیشروی همه طرفا میشه چی برای تعمیری مکتب برای پیشروی مکتب برای همین کسی ما همون را گفتیم که پیشروی همه طرفا مثلا برای پیشروی مکتب یاردم کنه مثلا پیشروی میشه برای دولت هم برای دولت هم برای مردم حیوانات روزان باشه برای فرزندمون میخونن بول تعمیر کنن در کل مکتب یاردم کنن همه مکتب انکشاف می‌یابه همه مکتب تعلیم تربیت میگیره گرچند که در خانه تعلیم تربیت که باشه در مکتب معلم‌ها کوشش میکنن که فرزندای دیگه آدم‌ها را تربیت و به قبول برسوننشون یک در جامعه همچون یک شهروندای باسواد و انتظام نمونه‌ای باشیم